مثل آب خوردن صورت خوشگلتو شفاف کن. فرض کن این صورت شماست قبل از اینکه درگیر لک بشه، اما یه دوره ای از زندگی بهت سخت میگیره و باعث میشه رنگدانه های پوستت یک جا تجمع کنن. کاری که من انجام میدم چیه؟ کمکت میکنم با استفاده از سرم نانو نقره به صورت اکتیواسیون تمام لک ها تجمعشون از بین بره و باعث بشه که تحت هیچ عنوان لک های تو برگشت نداشته باشه. چون من برای حرفم سند دارم. توی زمانی که شما درمان شدی هر کاری کنی لک ها بر نمیگرده. اگر میخوای لک‌های پوستت رو درمان کنی نگران هیچ چیزی نباش، چون من تا پایان راه همراهتم عزیزم. فقط کافیه که همین الان کلمه درمان رو برای من کامنت کنی و یادت نره پیج ما رو حتما فالو کن تا بتونم به پیام مفید رو بدم.